در شهر ترسونزاده کارمندان ساحه تندرستی ایدی کسبی خش را با تنتنه تجلیل نمودند. رهبرت بیمارخانه مرکزی و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده طبیبان منطقه را به مناسبت ایدی کسبیشان تبریک گفته تاکید داشتند که خدمت‌های ارزنده و زحمت شبانه‌روزی واریسان سینا در حفظ سلامتی اهالی به اندازه است، زیرا بهترین نعمت سلامتی میباشد و حفظ این نعمت به‌بها که مقصد بزرگ است به دوش کارمندان ساحه واگذار گشته است. در این حال در ساحه تندرستی شهر ترسونزاده نزدیکی 2700 نفر کارمندان صاحب اختصاص فعالیت دارند که میان آنها 7 نفر نامزد علمی طب و 1 نفر دکتر علمی طب میباشد. به خاطر قدردانی از خدمت‌های شایانشان به کارمندان پیشقدم، طبیبان جوان و سابقه‌داران ساحه تندرستی از جانب مامورات بیمارخانه مرکزی و نماینده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. چاره‌بینی تنتنوی بخشیده به عید کسبی کارمندان ساحه تندرستی در ناحیه شهرنو با اشتراک رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو و کارمندان ساحه برگزار گردید. ضمن سخنرانی‌ها رئیس ناحیه و رهبری بیمارخانه مرکزی ناحیه در سیمای اهل نشست کلی طبیبان ناحیه را تبریک گفته سهم آنها را در تامین سالمی جامعه نظررس ارزیابی نمودند. قید گردید که عملی سازی برنامه‌های دولتی، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، فرمایش‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و قرارهای مقامات اجرایی محلی اوید به تجدید ساختار بیمارخانه‌ها از جمله ترتیب نوی اداره‌کنی، مبلغ‌گذاری، موافقت‌گردانی با طلبات‌های نو و معاصر و واردات تجهیزات زمانوی به پیشروی ساحه در ناحیه مساعدت نموده است. قدردانی کارمندان ساحه از جمله جوانان فعال، پیشقدمان و سابقه‌داران قسم نهایی چاره‌بینی ایدانه بود که از جانب رهبری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو با سپردن افتخارنامه‌ها و تحفه‌های خاطره‌ای صورت گرفت.